جلسه مشاوره میتونه نیمی از مراحل تتو رو واسه شما جلو بندازه. شما میتونید با یک روانشناسی درست به اطلاعات خیلی خوبی برای طراحی دست پیدا کنید. با توجه به همه سوالایی که توی فصل خلاقیت بهتون گفتم، از مشتری یه سری اطلاعات به دست آوردم و شروع کردم به آنالیز ناحیه‌ای که میخواد تتو بزنه. با توجه به رنگ پوست سفیدی که مشتریمون داره و با توجه به اینکه اندازه سایدش مناسبه، همونطوری که توی فصل آناتومی بهتون توضیح دادم، تصمیم گرفتیم که از مچ دست به سمت ساعد و به سمت بازو یک طرح رونده ایجاد بکنیم. و با توجه به تتوی قبلی که مشتریمون داره که ترکیبی از سبک گری واش و رنگی هست، می‌خوایم این تتوش هم به سبک گری واش و رنگی اجرا بکنیم. بریم که با هم طراحیشو ببینیم. خب توی قدم اول ما باید از دست مشتریمون یه عکسی بگیریم که حالت ساده و ایستاده داشته باشه. یعنی دستشو نباید به سمتی کج کرده باشه یا پس زمینه خیلی شلوغی داشته باشه. عکسی که می‌بینیم عکسی که گرفته شده. توی این عکس که اون سمت از دستشونه تتویی که قبلا زدن، خودم هم واسهشون طراحی کردم و ما می‌خوایم که تتویی که میزنیم هم سبک با همین تتو باشه تقریبا و یه حالت چینش خیلی باحال و تدریجی داشته باشه. توی قدم اول وارد نرم افزار اسکچ بوک میشیم. نرم افزار اسکچ بوک رو باز میکنیم و توی این قسمتی که ایمیج میتونیم وارد کنیم کلیک میکنیم و عکس دست مشتری رو وارد میکنیم. توی طراحی با آیپد اول از همه عکس اصلی رو اوپاسیتیش و میزان پررنگ بودن تصویر رو کم میکنیم تا خیلی مزاحم خطوطی که میخوایم بکشیم نشه و یک لیر دیگه اضافه میکنیم با این علامت مثبت. قلم مداد رو برمیداریم و میخوایم مشخص کنیم ماهیچه هایی که روش تأکید بیشتری داریم و میخوایم فرم تتومون تو اون حالت قرار بگیره کجاست. میتونیم خطای متفاوتی بکشیم. برای مثال چون که مشتری دوست داره بیشتر توی این اطراف طرحش اجرا بشه و نزدیک به استخوان پشت ساق دسته، من دوست دارم که همراستا با همین استخوان یک سری طرح‌ها و یک سری محور ایجاد بشه. توی قدم اول این محور رو پررنگ میکنم که بدونم میخوام طرحم تو چه محوری باشه. فرم ماهیچه ساعد به ما خیلی از اطلاعات رو میده که میتونیم ازش کمک بگیریم واسه اینکه توی یه حالتی طرح رو اجرا بکنیم و طراحی بکنیم که به فرم بدن طرف هم بیاد. یعنی خیلی ناهماهنگ نباشه. مثلا ما اگه فرم رو اینجوری اجرا بکنیم و توی این فرم رو بخوایم انجام بدیم ممکنه که خیلی کش بیاد یا خیلی ناهماهنگ بشه. با توجه به اینکه پوست ساعد همونطوری که بهتون توی فصل آناتومی گفتم مناسب خیلی از تتوها نیست، ما از اینجا صرف نظر میکنیم. فرمایی که من دوست دارم روی ساعد ببینم همچین فرم‌هاییه. فرماییه که حالت رونده داره. یا واسه این قسمت از دست دوست دارم که حداقل تا نصف ساق دستش طرح بیاد. با توجه به سوالایی که از مشتری پرسیده بودیم و طرحایی که از توی حرفاش تونستیم در بیاریم، به ماه تولدش مرداد رسیدیم و جمله الهام بخشی هم که دوست داشت روی بدنش تتو بکنه جمله تنبل نباش بود و دوست داشت نماد جاودانگی رو هم روی پوستش داشته باشه. این موضوع رو وقتی که به چت جی پی تی دادم با توجه به صحبتی که کرد واسه مرداد طرح شیر و واسه تنبل نباش یه گزینه انگلیسی به ما معرفی کرد no excuse و واسه طرح جاودانگی ماه رو پیشنهاد داد. خب با توجه به این طرحایی که به ما پیشنهاد داد ما یه سری طرح‌ها رو آماده کردیم. مثلا توی اینترنت بابت طرح شیر من چند تا طرح آماده کردم و دیدم میونشون بهترینش رو انتخاب کنم. جمله تنبل نباش و نو اکسکیوز رو توی برنامه فونت میبرم و توی برنامه آنفولد یه سری فونت‌ها داره که توی برنامه فونت‌ها نیست و میتونید توی این برنامه ازش استفاده کنید. ما هم برای فونت از این برنامه استفاده میکنیم و هم از این برنامه آنفولد رو باز میکنیم و نو اکسکیوز رو می نویسیم.
به نظر من که این جمله اگر توی یه فونت نوشته بشه خیلی گیرا و جذاب نیست، پس سعی میکنم که نو به یه فونت باشه و اکسکیوز به یه فونت دیگه. نو رو دوست دارم با همین فونت بنویسم، اسکرین شات میگیرم ازش و اکسکیوز رو با فونت این دوست دارم که حرف اول هم کوچیک باشه. فونت باحالیه، خودش به صورت به خودی خود حالتی داره که میتونید با سایه اجرا بکنید و همونطوری که مشتریمون به طرحهای ژاپنی علاقه داشت و فونت‌های ژاپنی رو خیلی دوست داشت، ما میتونیم با این فونت نظرش رو جلب کنیم. حالا دوباره توی برنامه اسکچ بوک وارد میشم و یه لیر دیگه اضافه میکنم و دوست دارم همین اول دوباره محور دست رو بکشم. یه عکس اضافه میکنم و برای شروع کلمه اکسکیوز رو میخوام اینجا روی این محور قرار بدم. وقتی که روی این لایه کلیک بکنید، گزینه بلندینگ رو بزنید و مولتی پلی رو بزنید، طرح خام کاملا روی پوست سوار میشه. پس شد روی خود لیر کلیک میکنید، بلندینگ و مولتی پلی. حالا عکس اضافه کردن عکس رو میزنیم دوباره و کلمه نو رو اضافه میکنیم. کلمه نو میتونه روی مچ باشه، میتونه در امتدادش هم نباشه، یه حالتی باشه که یه سیر این شکلی داره. از یه سری خطوط کمکی و یه سری اتصالات کمکی توی طرحمون استفاده میکنیم که اینا رو توی پکیج براتون قرار دادم و میتونید فرم ماهیچه‌های مختلف رو با این خطوط اتصال راحت تر گرد بکنید و یه سری منحنی و حرکت اضافه کنید که باعث میشه که روندگی طرحتون خیلی بهتر باشه و اتصال داشته باشن طرح‌ها با هم دیگه. من فکر میکنم واسه دایره‌ای که دور آرنجشه این طرح نیم دایره خیلی درست باشه. روی عکس هم کلیک میکنم توی این قسمت، بلندینگ، مولتی پلی و دوست دارم که این اضافاتش هم پاک کنم. پاک کنو میزنم و یه سری چیزا رو پاک میکنم، چون روی آرنج هم نمیتونیم تتو بزنیم، اتفاقاتی که روی آرنج میفته رو هم پاک میکنم. اندازش رو از طریق این فلش که 4 جهته هست بزرگتر میکنم تا به میزانی برسه که دوست دارم. طرح شیرمون رو که از قبل دانلود کرده بودم اینسرت میکنم. این طرح شیریه که من پسندیده بودم و خوب بود. واسه اینکه این طرح شیر رو بازم به همون صورت تبدیل میکنیم به عکس. واسه اینکه این عکس شیر رو ما بخوایم به شکلی بزنیم که جزئیات زیادی داشته باشه و صورت خیلی کوچیک نباشه، میتونیم حالت نیمرخش رو هم بزنیم. من فکر میکنم نیمرخش اگه این سمت دست بیاد به تتو قبلیش هم خیلی نزدیک نیست و میتونه که خیلی خوب باشه. فکر میکنم که توی این هم ابعاد و اندازه درست باشه. پاک کنو برمیدارم و قبلش با خطکش روی نیمرخ شیر میذارم و اضافاتش رو سعی میکنم که پاک کنم. دقت داشته باشید، دوست دارم کاملا صورت نصف بشه. حالا اضافات طرح شیر رو پاک میکنم تا خود شیر بمونه. تو این قسمت من به یه فرم خیلی کلی رسیدم، هنوز خامه این طرح و نیاز به یه سری از اتصالات بیشتر هم داره. فکر میکنم که توی این نقطه قرار بگیره خوب باشه. یه لایه دیگه اضافه میکنم. من دوست ندارم خیلی این یال شیر به سمت اطراف پراکنده باشه و دوست دارم توی یه قالبی مثل قالبی که اینجا کشیدم بتونم اینا رو محدود کنم. یک سری فرم های موجی هست، همونطور که بهتون یاد دادم چجوری خطوط منحنی رو بکشید توی پکیج، اینجا هم باید همین کار رو بکنید و یه سری خطوط اضافه کرد تا بشه که
این فرم بهتر القا بشه. مثلا من دوست دارم که توی این قسمت همچنین فرمی رو ایجاد بکنم. شما وقتی این گزینه رو فعال میکنید باعث میشه که خود سیستم براتون خطتون رو اصلاح کنه. هر چقدر این لول بیشتر باشه اصلاح این خط بهتره. یعنی این خط کج بکشید تقریبا راستش میکنه. مثلا این لول کم باشه این خط کج رو صاف نمیکنه، مرتب تر میکنه. پس با خاموش کردن و روشن گذاشتنش این اتفاق میفته. حالا این گزینه رو روشن میکنیم، روی لول 3 میذاریم و اون خطی که نیازه رو اینجا میکشیم. حالا من میخوام روی خود شیر دوباره روی لیر شیر کلیک کنم و پاک کن رو انتخاب میکنم و این گزینه رو خاموش میکنم. حالا هر چی خط این وره این خطی که من کشیدم هست پاک میکنم از طرح شیر. میخوام توی این ریتم بمونه. و اون خطی که با مداد کشیدم رو هم با این گزینه‌ای که روش چشم داره مخفی میکنم، چون به اون خط نیاز ندارم به خودی خود، فقط میخواستم مرزش رو بدونم. واسه این کلمه نو احساس میکنم یه خورده ساده است و همراستا با دست. میخوام ازش چند تا کپی بگیرم تو همین قسمت. یه تکنیکی هست، شما میتونید از کلمات چند بار کپی بگیرید و با کمرنگ و پررنگ تر کردنش یه حالتی رو ایجاد کنید که انگار چش داره دو میزنه و باحاله. حالا روی خود لیر کلمه نو کلیک میکنم، دوپلیکیت، این یه کپی ازش ساخته میشه. روی همین دوپلیکیت و لایه جدیدی که اضافه شده گزینه 4 جهت رو میزنم و یه خورده میام پایین تر، میبینید ازش یه کپی دیگه ساخته شده و سعی میکنم یه خورده به خود طرح هم بچسبونم. روی همون لیر کلیک میکنم و اپاسیتی رو روی 30% میذارم. حالا دوباره روی همین لایه یه دوپلیکیت میزنم و گزینه 4 جهت ازش پایین تر یه نوشته کپی میکنم و اپاسیتی این یا میزان رنگی که داره رو کمتر میکنم، میذارم روی 10%. به این صورت انگاری که این نوشته چند بار تکرار شده و هر بار پایین تر اومده کم رنگ تر شده. اینو تو اجرا میتونید درست اجرا کنید و نحوه طراحیش به این شکله. حالا اون سری خطوط کمکی رو دوباره میخوام استفاده بکنم و این فکر میکنم که توی این حالت بهترینش باشه. آره، روی خود لیر کلیک میکنم، از حالت نرمال به مولتی پلی تبدیل میکنم و اضافاتش که طرحم رو کثیف کرده رو با پاک میکنم. اون خطی که روی ساعد کشیدم میخوام بمونه تا روی این قسمت ها که احساس میکنم یه فضای خالی هست یه چیزی قرار بدم. این قسمت از یال شیر رو خیلی دوست ندارم و میخوام یه فرمی اینجا قرار بدم که بتونم هم رنگی ایجادش بکنم، همین که نسبت به تتو قبلی که واسهشون زدم یه فرم اسلیمی و ایرانی داشته باشه. طرح رو پیدا کردم و رنگ آمیزیش کردم به همون صورتی که تتو قبلیش بود. اگه یادتون نیست تتوش به رنگ آبی بود و این طرحی هم که اینجا هست یه همچین الگویی داره تقریبا. طرح رو با این گزینه 4 جهت میخوام یک کم تغییر بدم و دقیقاً روی اون حالتی بذارم که انگاری که از وسط صورت شیر رد شده و میخوام هرچی اضافه وارد این طرح شده از شیر رو پاک کنم. بهتون گفتم یالش خیلی فرم درستی نداشت، حتی یاله این بغلش هم خیلی ادامش درست نبود. ما فقط فیس شیر رو میخوایم، چیز زیادی نمیخوایم. یعنی اون اتفاقاتی که بغلش میفته رو راحت میتونیم حذف کنیم. از حذف کردن اصلا نترسید و جسارت داشته باشید توی طراحیتون. گزینه پاک کن رو برمی‌دارم و حذف میکنم. این طرحی که هندسی بود هم یه سری اضافه اومده توی این طرحمون، اونا رو هم پاک میکنم تا یه خورده مرتب‌تر بشه و خود این الگویی که اینجا داریم یه نظمی رو به تتوون بده. به این صورت این خط محور رو از بین میبرم و
به این فکر میکنم که چه فرمی رو اینجاها قرار بدم تا بهتر بشه. ببینید شما میتونید حتی پاک کن رو بردارین، خیلی کوچیکش بکنید و میون سایه ها یه سری فرما رو پاک کنید و اونجا رو تتو نزنید. مثلا توی این تتو به این صورت شما با فعال کردن این گزینه استدی استروک، بغلی همونیه که لول داشت، این هم لول داره، لول کمش خطتون رو کمتر کنترل میکنه، لول زیادش بیشتر کنترل میکنه. حالا اگر که بخوام بهتون توی خط نشون بدم به این صورته. حالا تصور کنید این نباشه، میبینید؟ حالا پس با همین فعال کردن این گزینه استدی استروک پاک کن رو برمیدارم و توی این سایه ها یه سری سفیدی ایجاد میکنم. مثلا دوست دارم همراسته با یال خود شیر باشه، این اتفاق باحال تریه. خطوط اینجا رو هم پاک میکنم. دیدید که من با ترکیب کردن چند تا طرح و یه سری خط و خطوط و رنگامیزی خیلی ساده، از این طریق که حتی رنگ قلمم راحت عوض میکنم انجام دادم. هم رنگ با طرح قبلی مشتری شد، هم سبک همونو داره و همه اون موضوعاتی که دوست داشت رو اینجا داره و فقط میمونه موضوع ماه رو از قبل عکسش رو گرفتم و یه ماه گرد میخواستم. ماه خطی هم هست ولی من ماه گرد رو میخواستم و دوست دارم که توی این فرم قرارش بدم. هم میتونم با گزینه فلش جا بکنم، هم میتونم تو این قسمت رو قرارش بدم، با گرد بودنش به ما یه حالتی رو بده که انگار از روی ساعد به پشت بازوش رفته. هم میتونم توی این قسمت دستش انجام بدم که ماهیچه ساعدش میتونه برجستگیش باعث این بشه که ماه برجسته تر دیده بشه. با مشورت خود مشتری این موضوع رو انجام میدم. اون هم میتونه توی این قسمت انجام بده هم توی این قسمت. واسه من جفتش به نظرم اوکیه و از اینجا به بعد کار برمیگرده به سلیقه مشتری. و به این صورت هم طرح شیر آماده است، هم طرح هندسیمون و هم ما. من اینجوری که دارم میبینم دوست دارم چشم شیر رو یه خورده به حالتی در بیارم که این رنگام توش باشه. یه لایه اضافه میکنم، مداد رو برمیدارم، اوپاسیتیش کم باشه، سیاهیش کمتر میشه همونطور که تو آموزش های قبلتر گفتم و سایزش هم کوچیک‌تر میکنم. از این قسمت چرخونه رنگ رو میزنم و روی این گزینه آبچکان اگر بزنید دقیقا میخوام رنگ خود این شکل هندسی انتخاب بشه. خب یه ذره روشن‌تر و آبی‌تر. حالا مثل نقاشی میام رنگ‌آمیزی میکنم اطرافش رو، این خود چش واقعی سایه میزنم. حتی دوست دارم حتی چشش رو یه خورده بزرگترم بکنم، سیاهی اطرافش خیلی زیاده و دوست دارم چشش با وجودی که آبیه دورش تر دیده بشه. یه ذره تیره تر از رنگ آبیم انتخاب میکنم واسه اینکه سایه های بالاشو بزنم و یکم تیره تر و یه ذره باز تیره تر یه لایه جدید اضافه میکنم و دوباره رنگم رو میبرم به سمت سفید. قلمم کوچیک تر میکنم و این سفیدی داخل چشم رو بهش تاکید میدم و اینجا یه خطی اضافه میکنم. دوباره رنگ قلمم تغییر میدم و اوپاسیتی رو بیشتر میکنم واسه اینکه میخوام خط سیاه تری رو بکشم و خط دور چشش رو به اصطلاح ترمیم میکنم تا بهتر بشه. مردمک سیاه چشش رو سیاه تر میکنم و به این صورت طرحی که اینجا داریم با یه چش آبی اجرا میشه و به نظر من این رنگی که برای چشش ما در نظر گرفتیم با توجه به رنگ سفید پوستش کاملا اجراییه و توی مدت زمان کیفیتش رو از دست نمیده. همونطوری که توی بخش آناتومی راجع به رنگ پوست و جنس پوست گفتیم، این پوست کاملا مناسب واسه رنگ آبی هست.
به این صورت حالا میریم واسه اجراش. رسیدیم به بخش مورد علاقه خودم، وقتی که پن وارد میشه و طراحی از توی آیپد میاد رو پوست مشتری. مطمئنم این لحظه هم واسه شما خیلی لذت بخش میشه. تتو زدن فقط تکنیک نیست، شاید باورت نشه. هر تکنیکی که با سوزن داریم ما روی پوست اجرا میکنیم همون چیزیه که توی طراحی با مداد باید یاد داشته باشیم. همه اون حرکاتی که با مداد داریم روی کاغذ انجام میدیم عیناً داریم با سوزن همون جوری سایه میزنیم و این باعث میشه که دست آدم قوی بشه. نوشتن فونت خیلی مهمه، درست در آوردنش و حتی صاف در آوردنش خیلی مهمتره. دیگه گذشت اون دور زمونه‌ای که شما فونت رو به تتو آرتیست میسپردی یا خودت میرفتی توی کافینت پرینت میگرفتی. فونت‌های ورد، فونت‌های تکراری، فونت‌هایی که هیچ تغییری نداشت، خیلی ساده، همونو عیناً واسه تتو آرتیست تتو میکرد. الان دیگه اینطوری نیست. الان میتونی با توجه به شخصیتی که طرف مقابلت داره یه فونت خیلی خاص واسش طراحی کنی. دیگه میتونی جمله رو توی 2 خط نزنی و یک جا توی 2 فونت مختلف بزنی. میتونی همه کلماتی که دلش میخواد و با طراحی که ربط داشته باشه به فرم بدنش انجام بدی. من توی آموزشایی که توی قسمت کالیگرافی انگلیسی دادم کامل توضیح دادم که چجوری میتونی هر فونت انگلیسی رو به شکلی که زیبا باشه، به شکلی که فرمش احساس درستی بهت بده انجامش بدی. حتی میتونی با اون آموزشا خودت یه فونت انگلیسی رو از اول بدون هیچ نرم افزاری و این موضوعی نیستش که حتی توی پیجای خارجی، حتی توی آموزش‌های انگلیسی داشته باشن. موضوع خوشنویسی انگلیسی موضوع خیلی کمیابیه. به نظر من طراحی کردن خیلی کار ساده‌ایه، اما طراحی تتو کردن نیازمند خیلی از علماست. مثلا کسی که طراحی بلده اما دوره طراحی تتو رو نگذرونده، مثلا تو چند وقت میتونه به درآمد برسه؟ اون خیلی باید آزمون و خطا کنه، خیلی از طرح‌های نامناسب و واسه جاهای نامناسب بدن میتونه پیشنهاد بده، خیلی از سبک‌های مختلفی که اصلا به هم دیگه ربطی ندارن و میتونه به هم دیگه ترکیب کنه و اصلا ترکیب اشتباهی در بیاد. حتی ممکنه از بازار کار دورش بکنه، دیگه کسی حتی بهش سفارش کار نده. ولی وقتی که این دوره رو میگذرونی باعث میشه که یه اطلاعات یک جا همشون توی یه مجموعه و همشون هدفمند واسه اینکه تو رو تبدیل کنه به تتو آرتیستی که هم میتونه طراحی بکنه هم میتونه تتو بزنه. و وقتی که تو همچین اطلاعات و مهارتی رو داشته باشی، جدا از اینکه بازار کارت قوی میشه، آدما تو رو معرفی میکنن به هم دیگه. هر کسی تتو بدنش رو نشون بده به بقیه و بقیه دوستش داشته باشن به واسطه اون طراحی، همه بازم پیش تو میان. این بازار کار جوری نیستش که تموم بشه، تا ابد ادامه داره. خیلی از آدما از شهرهای دیگه به تو سفارش طراحی میدن، از کشورهای دیگه، همونطوری که من اکثر سفارشام از کشورهای دیگه است. اونجا نمیتونن خواسته هاشون رو به زبون فارسی به یه هنرمند خارجی بگن، شاید اصلا هنرمند خارجی طراحی تتو بلد نباشه. و فرهنگ ما ایرانی‌ها حتی توی تتو زدنمون هم مشخصه. مهمه که تتو اصالت داشته باشه و مشتریایی که من توی سفارش طراحی دارم اکثرا از کشورهای خارجی هم. از تورنتو بود، از کوپنهاگن بود، از فرانکفورت بود. همه اینا تتو آرتیستشون خارجی بوده ولی طرحشون با من بوده و رقم دلاری بوده، دیگه با ریال کار نمی‌کردم. تو با فضای مجازی میتونی بی‌نهایت به سفارش‌های طراحی وصل بشی. دیگه اینجوری نیستش که فقط توی شهر و استان خودت محدود باشی. توی اتاقت نشستی، حتی توی سفری، داری با آیپدت، داری روی کاغذت، داری روی بومت طراحی می‌کنی واسه پوست یه مشتری دیگه توی یه جای دیگه. اینجوری میتونی با یه طراحی خیلی خاص تتویی رو بزنی که روی بدن هیچ کسی نیست. بچه‌هایی که آموزش رو تا آخر دیدن و تمرینات رو انجام دادن میدونن که این طراحی هیچ کاری نداره و با اون پکیجی که داخل آموزش ها گذاشتم میتونین از ترکیب اون طرح‌ها 1000 مدل طرح طراحی کنید. و توی فصل بازاریابی بهتون توضیح دادم که چجوری میتونین از همونا کسب درآمد بکنید. واسه دوستایی که هنوز پکیج رو تهیه نکردن بدونن که طراحی خیلی مهمتر از تتوئه و با طراحیه که شما تبدیل به یه هنرمند منحصر به فرد میشید با سطح درآمد خیلی بالاتر. به نام خالق هنر، خیلی خوش اومدین به پکیج طراحی تتو. من توی این پکیج آموزشی قراره که به شما مو به مو هر چیزی که نیاز دارید برای طراحی یک تتو رو بهتون بگم.
این پکیج شامل 8 فصله. فصل اول طراحی با مداد به صورت هدفمند برای یادگیری طراحی تتو. فصل دوم خوشنویسی فارسی و انگلیسی یا همون موضوع کالیگرافی. فصل سوم آناتومی و شناخت اعضای بدن به همراه تحلیل و بررسی انواع اقسام جنس و رنگ پوست. فصل چهارم معرفی انواع سبک‌های تتو به همراه تحلیل اونها. فصل پنجم طراحی کاور برای تتوهای خراب و قدیمی و به همراه تحلیل و بررسی زخم‌ها و کاور کردن اون. و فصل ششم بعد از اینکه همه این موضوع‌ها رو یاد گرفتین میرسیم به بحث اینکه چگونه قوای خلاقیت یک هنرمند رو فعال کنیم و بهتون گفتم که چطور به موضوع خلاقیت در طراحی هنر بپردازیم. و فصل هفتم که فصل مورد علاقه خودم هست قراره که با آیپد و ابزار دیجیتال بهتون 0 تا 100 طراحی و اجرای یک تتوی خوب رو نشون بدم و با همدیگه همراه باشیم. و در فصل آخر میخوام بهتون یاد بدم که چجوری با آموزشایی که بهتون میدم در دنیای تتو و در دنیای طراحی تتو به درآمد ماهانه بالای 100 میلیون برسید. فصل 1 و 2 یکم طولانی تره، لطفاً حوصله به خرج بدید، تمرین بکنید، چرا که از پایه قوی میشید و برای هر طراحی کاملا آماده میشید. این پکیج شامل 18 سال تجربه، تحقیق و آموزش دیدن توی دنیای هنره و به جرئت میتونم بگم کامل ترین و جامع ترین پکیج آموزش طراحی توی دنیا میتونه باشه. شما برای دیدن این پکیج به وسایلی که بهتون میگم نیاز دارید. پس قبل از دیدن آموزش‌ها تهیه کنید تا آموزش‌ها رو مو به مو اجرا کنید. برای فصل اول مداد HB، مداد B6 و کاغذ سفید و پاک کن. برای فصل دوم ماژیک کیو کالر، اونم دو سرش از رنگ خاکستری و مشکی و راپید و کاغذ کالک. و در ادامه آموزش‌ها اگر آیپد ندارید هیچ ایرادی نداره و آموزش‌ها رو میتونید از طریق موبایل با برنامه‌هایی که خدمتتون گفتم انجام بدید، چرا که هنر فقط به خلاقیت و تمرین شما نیاز داره. در آخر از شما تشکر میکنم که این پکیج رو تهیه کردید و تشکر ویژه از تیم تولید که 2 ماه تلاش شبانه روزیشون باعث شد تا این پکیج با این کیفیت به دست شما عزیزان برسه. موفق باشید. در این بخش آموزش طراحی تتو تموم شد و این آموزش حاصل سالها تلاش و تحقیق من توی دنیای هنر بوده. امیدوارم تمریناتتون رو جدی بگیرید. مارکت طراحی تتو مارکت دست نخورده‌ایه و شما عزیزان اولین نفرایی هستین که این آموزش‌ها رو به صورت یکجا تماشا کردید. لطفاً این آموزش‌ها رو در اختیار کسی به صورت رایگان قرار ندید. دوره‌های آپدیت به زودی توی پیج قرار داده میشه و برای شما عزیزان به صورت رایگان خواهد بود و پشتیبان‌ها به سوال‌های شما پاسخ میدن. ممنون که تماشا کردید. موفق باشید.